به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. بحث امروز پیرامون کلمه جوان و نقش جوانان در جامعه است. در نخست باید بدانیم که جوان کی است، برای چه شخصی جوان گفته می شود. از دید جامعه شناسی جوان به فردی اطلاق می گردد که از نیروی فعال جسمی، روحی، ذهنی و فکری برخوردار باشد. از دید یونیسف یا استانداردهای بین المللی جوان به فرد اطلاق می گردد که مراحل اول زندگی را سپری کرده وارد فاز دوم زندگی شده باشد. یعنی در کل یونیسف زندگی را به 3 بخش تقسیم نموده. مراحل طفولیت از زمان تولد تا سن 18 را در بر میگیرد، مراحل جوانی از سن 18 تا 35 و مراحل کهنسالی از 35 به بالا. از دید اسلام عزیز جوان به فرد اطلاق می‌گردد یا به شخصی گفته می شود که خصوصیات، علائم و نشانه‌های جوانی در سیمایشان تبارز کرده باشد. مثلا تغییرات در صداست، تغییرات در رفتار است، تغییرات در معاملات و معاشرات و غیره. نقش جوانان در جامعه، در حقیقت جوانان پایه‌ها و ستون‌هایی هستند که تمام وزن و فشار یک جامعه روی شانه‌هایشان گذاشته شده یا روی شانه‌هایشان استوار است. جوانان ستون فقرات یک جامعه. به عباره دیگر جوانان زیربنا، اساس و ساختار یک جامعه را جوانان جامعه تشکیل می‌دهند. پس می‌توانند در ابعاد مختلف یک جامعه، در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ابعاد گوناگون نقش مفید و مثمری را بازی بکنند. پیام بنده برای نسل روشن ضمیر و روشن فکر جامعه یعنی جوانان این است که در زندگی باید هدفی داشته باشید و به خاطر رسیدن به آن نقطه که هدف است طرح، پلان و برنامه منظمی را روی دست بگیریم تا بتوانیم رویاهای خود را به واقع تبدیل کرد و قایقی به جا مانده را به ساحل مقصودش رساند. شاد و موفق، پیروز و کامیاب باشید. و السلام.